салом бинандаҳои азиз, рӯзатон бахайр буд. Сархати хабарҳост ва то чанд дақиқаи дигар дар бораи он мегӯем ки нархи билети ҳавопаймо аз Русия ба Душанбе арзонтар шуд. Ҳукумат дар бораи ҳуқуқи инсон ба Созмони милал чӣ гуфт ва дар Душанбе роҳҳои ҷалби муҳоҷирони хориҷиро ба кор дар Тоҷикистон баррасӣ карданд. Хабарҳои дигарро ҳам дорем. از خبر خوش برای مهاجران آغاز میکنیم. نرخ بلیط از روسیه به تاجیکستان که 10 برابر قیمت شده بود در چند روز اخیر پایین رفته است. اگر روز 20 سپتامبر نرخ یک بلیط خط سری مسکو دوشنبه 25000 سومانی یا معادل 2500 دلار بود، امروز نرخ آن تقریبا 13000 روبل را تشکیل می‌دهد. بعد فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای ایلوگی به ارتش روسیه و جنگ در اوکراین، شهروندان کشور از ترس آنکه که آنها را به جنگ نبرند به دیگر کشورها فرار کردند. قیمت بلیط هواپیماها نیز بعد این بسیار بالا رفت. حکومت تاجیکستان روز 5 اکتبر در شهر ژنو به سازمان ملل گزارش داد که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم چه کارهایی را انجام داده است. نمایندگان حکومت در حضور کارشناسان بین‌المللی در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل گفتند که در 5 سال گذشته مزد کار میانه مردم از 442 سومانی به 1540 سومانی رسیده است. حقوق انسان همه طرفه رعایت می شود و حکومت در این زمینه تمامی چاره‌ها را می اندیشد. گزارش حکومت با سازمان ملل درباره اجرای عهدنامه بین‌المللی در زمان موافق آمده است که حکومت برای زیر پا کردن حقوق مردم ناتوانی در تأمین شرایط مناسب برای کار و زندگی و تعقیب دیگرندشان سخت تنقید می شود. و ضمناً یک هیئت از سازمان امنیت و همکاری اروپا با راهبری ترزا ریبیرو، نماینده سازمان در امور آزادی مطبوعات، در دوشنبه سرنوشت خبرنگاران زندانی و وضع آزادی بیان در تاجیکستان را بررسی می‌کنند. هیئت مذکور تا 7 اکتبر در دوشنبه میماند و با مقامات رعایت حقوق خبرنگاران را بررسی می‌کند که سالهای اخیر زیر فشار سخت مقامات قرار گرفتند. یکی از آنها دلیر امام علی است که تابستان همین سال برای گزارش‌های تنقیدیش دستگیر شد و تحقیق پرونده‌اش ادامه دارد. در تاجیکستان حالا 7 خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. گزارش را در این باره 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی همراه می‌بینیم. نیروهای اوکراین پیشروی در مناطقی را ادامه دادند که روسیه اشغال کرده است و در زمانی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که انتظار دارد وضع 4 ولایتی که روسیه به قلمروش همراه کرد به اعتدال می‌آید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب 5 اکتبر گفت 3 محله دیگر شهر خرسون را آزاد کردند. خرسون مرکزی یکی از ولایت‌هایی است که روسیه در برابر ولایت دونسک، لوگانسک و زاپاروژیا از آن خود کرد، ولی نه همه قسمت‌های آن را زیر نظارت دارد. الکساندر ستاروخ رئیس ولایت زاپاروژیا صبح 6 اکتبر گفت که در نتیجه های حمله های روسیه در شب گذشته 2 نفر کشته شدند و چندین خانه کاملا از بین رفتند و یا آسیب دیدند. پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که از دو طرف 10 کشته و زخمی به جای گذاشت، پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را بررسی کرد که طبق آن در منطقه های نزد سرحدی گروه های مسلح اختیاری تأسیس داده می شود. آنها در حالتهای سر زدن نزاع به مرزبانان کمک خواهند کرد. در صورت قبول شدن تغییرات به قانون، شهروندان قرقیزستان می توانند به گروه های اختیاریان در منطقه های نزد مرزی شامل شوند و سلاح به دست بگیرند. با گفته مؤلفان طرح، در صورت حمله به این کشور اختیاریان هم در برابر مرزبانان از قلمرو خود حمایت خواهند کرد. مخالفان طرح میگویند که این کار می تواند سبب خشونت و خونریزی در مرز شود. و حالا توجه کنید به قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی صبح امروز 6 اکتبر 1000 روبل روسی را 166 سومانی و 50 درم، $1 10 سومانی و 22 درم و قرب یورو 10 سومانی و 10 درم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قرب سومانی می تواند فرق کند. بیننده‌های عزیز، سرخط خبرها به پایان رسید. همکاران ما پس از 3 ساعت شما را در اخبار رادیو آزادی منتظرند.